سلام دوستان، به چنل خودتون خوش اومدید. یه تعدادی از شما عزیزان از من خواسته بودین که در مورد خونریزی‌های نامرتب رحمی صحبت بکنم و به علاوه خیلی از شما همیشه در رابطه با مشکلات متعددی که در این خصوص دارین سوالای متفاوت کردین. من این ویدیو رو جوری ترتیب دادم که تمام سوالای شما رو پوشش بده. بهتون پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه من باشید. چه سوال دارید چه نداریم، بالاخره یه روزی به دردتون میخوره و اونایی هم که سوال داشتن حتما جوابشون رو خواهند گرفت. امیدوارم عهدمون یادتون نره. اگر اولین باره دارین میایین و ویدیوی منو میبینین، مطمئن باشین که ویدیو به دردتون میخوره. حتما سابسکرایب کنین و با لایک و کامنت منو حمایت کنین و منو تشویق بکنین به ادامه ویدیوها. متشکرم. خب ما به چه مواردی میگیم پریودهای نامنظم و غیر طبیعی و چه مواردی طبیعی هستند؟ ببینید، پریود طبیعی معمولا یک سیکل منظم داره، یعنی اینکه همیشه بین 21 روز تا 35 روز فاصله بین دو تا پریوده. مثلا کسی که همیشه 28 روز یک بار پریود میشه، همیشه 30 روز یک بار، همیشه 35 روز یک بار، همیشه 21 روز یک بار پریود میشه، این منظمه و این رنج یعنی بین 21 روز تا 35 روز طبیعی محسوب میشه. اما کمتر از این مقدار و بیشتر از این مقدار غیر طبیعیه. همچنین اگر که حالا شما توی فرض همیشه منظم بوده، یه ماه 4 روز 5 روز عقب میندازین، 3-4 روز جلو میندازین، 1-2 ماه در طول سال این اتفاق براتون میفته، این طبیعیه، این چیز غیر طبیعی نیست. اما اگر این ادامه دار باشه یا مثلا بین سیکلاتون همیشه شما 28 روزه پریود میشدین، حالا یک دفعه بشه 38 روز، بعد ماه بعد دوباره بشه 29 روز، این نظمش به هم بخوره، اینا غیر طبیعی محسوب میشه. همچنین اگر پریود شما کمتر از 3 روز و بیشتر از 7 روز طول میکشه، چون بین 3 تا 7 روز رو ما رنج طبیعی زمان پریود در نظر میگیریم. به علاوه اگر چنانچه خونریزی شما خیلی زیاد باشه، در حدی که هر ساعت یک بار شما مجبور بشین یک تامپون یا یک پد بسیار آغشته از خون رو تعویض بکنید، این هم غیر طبیعیه. به علاوه اگر چنانچه دردای خیلی کرامپی شدیدی داشته باشین، به طوری که به شدت اذیتتون بکنه، با تهوع و استفراغ همراه باشه و دردش خیلی بیشتر از حد معمول باشه، این هم غیر طبیعی محسوب میشه. مورد غیر طبیعی دیگه اینه که بعد از رابطه جنسی شما لکه بینی داشته باشین. مورد دیگه اینه که شما خانمی یائسه شده باشه. معمولا سن یائسگی رو بین 45 تا 55 در نظر میگیرن. حوالی یائسگی معمولا خونریزی اول کم میشه، بعد زیاد میشه و بعد کاملا طرف خونریزی نداره، پریودش دیگه تموم میشه. بین 6 ماه تا 1 سال فرد دیگه کاملا پریود نشه و آزمایش هورمونی هم داده و مطمئنه که یائسه شده، ولی دوباره بعدش خونریزی کنه یا لکه بینی بیفته، این غیر طبیعی محسوب میشه. یک مورد دیگه از غیر طبیعی زمانیه که دختر خانم هایی که تازه، نوجوان ها و جوان هایی که تازه میخوان پریود بشن، 3 سال از رشد پستان ها گذشته ولی پریود نشده اون خانم، این هم غیر طبیعیه. حالا ما معمولا خونریزی‌های غیر طبیعی رو تو سن 9 تا 14 سالگی توقع داریم، چون که هنوز اون محور هورمونی مغزی را نیفتاده، اون نظمی که بین رحم، تخمدان، هیپوفیز، هیپوتالاموس، قشر مخ و این چیزا باید ارتباط برقرار بشه، هورمونا تعدیل بشن و نظم قاعدگی ایجاد بشه. بین 9 تا 14 سالگی معمولا اتفاق نمیفته. خونریزی‌های غیر طبیعی در این سنین شایعه. اگر هر کدوم این اتفاق بیفته غیر طبیعی. خب حالا میخوایم ببینیم علتش چیه، برای چی این اتفاقا میفته. یکی از شایع ترین مواردی که معمولا در سنین باروری برای خانم ها به وجود میاد، همون سندرم تخمدان پولیکیستیک یا PCOS یا تنبلی تخمدان به قول عوام. این عارضه خیلی شایع و علت اصلیش افزایش آندروژنه. البته انواع مختلف و تایپ‌های مختلف براش توضیح دادم و من در چندین ویدیو کاملا این رو توضیح دادم و الان دیگه جاش نیست اونا رو توضیح بدم.
یه مورد دیگه ای که نسبتاً شایعه و بیشتر در سن جوانی اتفاق میفته کیسته فانکشنال تخمدانی، کیسته مثل کیسته فولیکولار، کیسته لوتئال یا جسم زرد. اینها هم شایعه، یعنی اینکه زمانی که تخمک میخواد خارج بشه از تخمدان این اتفاق نمیفته، میمونه، ایجاد کیست میکنه، یا اینکه تخمک خارج میشه ولی اون مابقی سلول های اطراف تخمک ایجاد کیست میکنن که بهش کیست لوتئال میگن. اینا فانکشناله، یعنی احتمال داره در هر سنی برای هر خانم یا دختر خانم اتفاق بیفته و ایجاد بی‌نظمی قاعدگی بکنه. اینا چیزای ساده ای هستن، شایعن، درمان ساده است، مشکل خاصی هم ایجاد نمیکنه و بعد از اینکه برطرف بشه احتمالی که تکرار بشه کمه. یکی از مواردی که خیلی شایعه مشکلات تیروئیده، به خصوص در بین خانم ها، کمکاری، پرکاری، مشکلات خود ایمنی، به هر حال هر مسئله‌ای که با تیروئید در ارتباط باشه میتونه بی‌نظمی قاعدگی بده. همچنین مشکلاتی که با غده هیپوفیز در ارتباط باشه اون هم میتونه منجر به بی‌نظمی قاعدگی بشه. از عوامل شایع به خصوص در سنین جوانی بیماری‌های التهابی لگن، عفونت‌ها هستن، به خصوص در سنین نوجوانی که احتمال پارتنرهای متعدد، رابطه‌های جنسی غیر ایمن و خیلی زیاد وجود داره. بیماری‌های التهابی لگن نسبتاً شایعه و اینها میتونن ایجاد بی‌نظمی‌های قاعدگی بکنن و اگر خوب درمان نشن امکان داره آرزوهای خیلی بدی رو برای اون خانم به جا بذارن و حتی منجر به سقط‌های مکرر و یا در آینده ایجاد نازایی بکنن. مورد شایع دیگه استفاده ناصحیح از قرص‌های هورمونی و جلوگیری از بارداریه. اگر اینا ناصحیح مصرف بشه، تعلیق بیفته، فراموش بکنین، یه شب، دو شب، سه شب، بعد دوباره ادامه بدین، قطع بکنین، دوباره بخواین از اول شروع بکنین، یا اینکه قرص‌های اورژانسی رو ما میگیم حد اکثر در طول سال یک بار یا دو بار استفاده بکنیم. بعضیا به من پیام میدن که ما هر بار نزدیکی میکنیم بعدش میریم قرص اورژانسی میخوریم. بعد باز پیام میدن که ما چرا پریود نمیشیم، چرا انقدر خونریزی داریم، چرا انقدر مشکلات داریم. خب اینا استفاده از قرص‌های هورمونی به صورت نامرتب و نامنظم ایجاد لکه‌بینی و خونریزی‌ها و مشکلات قاعدگی میکنه. گاهی اوقات استفاده از بعضی از داروها هم میتونه اختلال قاعدگی ایجاد کنه، به خصوص کسانی که قرص مصرف میکنن. اگر چنانچه آنتیبیوتیک مصرف بکنن، داروهای ضد سر، داروهای ضد قاش و یک سری داروهای دیگه، اونا هم میتونه ایجاد لکه‌بینی، خونریزی و اختلال قاعدگی درشون بکنه. آرزه‌ای که نمیتونم بگم خیلی شایع ولی به هر حال وجود داره اندومتریوز. اندومتریوز یعنی به این صورت که بافت داخل اندومتر میاد در جای دیگه‌ای رشد میکنه. اگر چنانچه بیاد به دهانه رحم رشد بکنه، یه جای دیگه مثلا بیاد تو تخمدان‌ها رشد بکنه و ایجاد کیس اندومتریوما بکنه، این میتونه ایجاد اختلال قاعدگی بکنه، لکه‌بینی بکنه، لکه‌بینی یا خونریزی بعد از نزدیکی. علاوه بر اون امکان داره که پریودهای خیلی سنگین و دردناکم برای خانم ایجاد بکنه و این نیستش که اندومتریوز کوچیک باشه علامتش کم باشه یا بزرگ باشه علامتش زیاد باشه. نه، امکان داره با یک اندومتریوز حتی کوچیک بعد علائم خیلی شدید داشته باشه یا اندومتریوز وسیع داشته باشه و علائم کمی داشته باشه که البته بستگی به شرایط خانم، درمانش و علائمش میتونه متفاوت باشه. از موارد دیگه استفاده از بعضی از داروهای گیاهیه. به عنوان مثال بعضی خانم ها میان دمنوش‌های خاصی رو استفاده میکنن، مثلا سیادون خیلی استفاده میکنن، دمنوش جعفری میخورن، نمیدونم رازیانه خیلی استفاده میکنن، زعفرون خیلی زیاد میخورن. اینا هم میتونه ایجاد بی‌نظمی قاعدگی بکنه. بعضی از داروهای گیاهی کلا یا دمنوش‌های گیاهی میتونن ایجاد خونریزی و لکه‌بینی و یا بی‌نظمی قاعدگی بکنن. گاهی اوقات هم اون لایف استایل شما باعث این مشکل میشه، یعنی اون کسانی که میان ژیمناستیکای خیلی زیاد انجام میدن، ورزش‌های خیلی زیاد انجام میدن، اون خانمایی که خیلی زیادی میرقصن، رقصنده‌های خیلی حرفه‌ای یا دونده‌های خیلی حرفه‌ای و در حد قهرمانی، ورزش‌های سنگین. گاهی اوقات بعضی خانم‌ها میان برای که رژیم بگیرن یک دفعه‌ای رژیم‌های خیلی سنگین رو میگیرن، کاهش وزن خیلی زیادی دارن یا اصلا کلا استایل غذا خوردنشون خیلی شدید به هم میخوره. گاهی اوقات هم استرس های ناگهانی و خیلی شدید
شدید، حالا استرس های معمول زندگی نه، خب ما بهش عادت کردیم، ولی یک استرس های خیلی شدید مثل جنگ و مصیبت ها یا از دست دادن عزیزان یا گاهی اوقات اون کسانی که میرن مهاجرت میکنن، سختی ها و مشکلات غیر قابل پیش بینی براشون ایجاد میشه، اون هم میتونه ایجاد بی‌نظمی قاعدگی بکنه. دیگه از مواردی که ایجاد خونریزی های نامرتب شدید یا غیر طبیعی و بی‌نظمی میکنه داشتن فیبروم و میومه که اینم به نسبت شایعه، به خصوص در رنج خانم های میان جوان و میان سال. حالا میان سال نمیشه بگم، جوان یه ذره بیشتر، مثلا هولوش 30 تا 40 سال. البته بازم جوونید، یه وقتی بهتون بر نخوره، ولی خب حالا یه ذره جوون عقب‌تر. به هر حال تو اینها هم امکان داره این عارضه باشه و خیلی هم شایع و اون هم ایجاد بی‌نظمی. چطور میشه تشخیص داد؟ این دیگه بستگی به شرح حال شما داره و اینکه خودتون ببینید کدوم یکی از این عوارضی که به شما گفتم دارید. مثلا کمتر از 3 روز پریودتون، بیشتر از 7 روز خونریزیتون خیلی شدیده، فاصله بین 2 تا پریودتون که همیشه منظم بوده حالا به هم خورده، فاصله بیش از 3 ماه بین 2 تا پریود که ما بهش میگیم که آمنوره، یعنی اگر چنانچه شما 3 ماه پشت هم پریود نشین میگیم آمنوره. اما اگر که فاصله بین پریوداتون بیشتر از 35 روز بشه، میشه 40-45 روز، یعنی در طول 1 سال فقط 6 الی 8 بار شما پریود بشین، بهش میگیم اولیگومنوره. هر کدوم اینا رو داشته باشین، یا خونریزی خیلی سنگین و شدید و دردناک، هر کدوم اینا که اتفاق بیفته شما باید بیاین مراجعه بکنین به اون ماماتون، هلسکیرتون، پزشکتون و اینا رو بگین. ما میتونیم با اینا متوجه عارضه شما بشیم و بعد معاینه لگنی کنیم، ببینیم آیا شما پولیپ دارین، زخم دهان رحم داریم، عفونت دارید، مشکل مشکوکی داریم، شاید لازم باشه پاپسمیرا شما گرفته باشه، شاید لازم باشه آزمایش‌های هورمونی بدید، شاید نیاز باشه که سونوگرافی انجام بدین یا هیستروسکوپی بکنیم. همه اینها راهاییه که میشه تشخیص داد که عارضه شما چیه و چجوری باید درمان بشه. درمانش بستگی به نوع عارضه شما داره. به عنوان مثال اگر تنبلی تخمدان باشه درمان خودشو داره، اگر میوم یا فیبروم باشه درمان هورمونی خاص خودشو داره، اگر خیلی بزرگ باشه شاید نیاز باشه جراحی بشه، اگر پولیپ باشه لازم باشه برداریم، اگر مشکوک به بدخیمی باشیم باید به هر حال نمونه برداری بشه، اگر چنانچه کیست تخمدان باشه به هر حال بستگی به اون نوع کیست که آیا خوشخیمه بدخیمه و کدوم نوعشه درمان میتونه متفاوت باشه. به هر حال بعضی از شما عزیزان که از من میخواین که خانم دکتر من این نظر دارم اینجوریم حالا چیکار کنم؟ خب عزیز من قربونت بشم شما باید بیای مراجعه بکنی یا اینکه حداقل آنلاین برای من یه شرح حال بدی. اگر رفتی مراجعه کردی، سونوگرافی داری، آزمایش داری، برای من تو پیجم، من همیشه آدرس پیجم رو میذارم به نام ماما نامنی، شما میتونید مراجعه بکنید، مشکلاتتون رو، سونوگرافیتون رو، عکسی، آزمایشی، پاپسمیری، هر چی دارین برای من ارسال بکنید. من اونجا اگه لازم بدونم حتما برای شما شماره تلفن واتساپمو میدم و به صورت خصوصی شما رو درمان میکنم. ولی اینکه شما فقط بخواید با اینکه من فلان سن رو دارم، اینقدر خونریزی دارم، بچه میخوام، اینا رو به من بگید، من واقعا نمیتونم به این طریق شما رو درمان کنم، یه کار خاصی برای شما بکنم. پس اگر شما نیاز به اطلاعات بیشتر دارید یا درمان نیاز دارید، حتما به پیج من پیام بدین، به پیج اینستاگرام من پیام بدین، یا میتونید به اون لینکی که به اصطلاح تو تلگرام دارم شما پیام بدین، من حتما شما رو بررسی میکنم و اگر نیاز باشه شماره در اختیار شما میذارم به صورت خصوصی و بیشتر با شما در ارتباطم و اگر درمانی نیاز داشته باشیم براتون انجام میدم. خب دوستان به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. این ویدیو هم تموم شد، ولی من میخوام که شما با لایک و کامنت منو حمایت بکنید و اگر نیاز آموزشی دیگه ای دارید حتما کامنت کنید. من مسلما اون چه که دستم بر بیاد بر شما انجام میدم و پاسخگوی سوالات شما هستم و اگر چنانچه در این خصوص نیاز به درمان خاصی دارید به تلگرام و پیج اینستاگرام من پیام بدید، من حتما بررسی میکنم و اون چه که لازم باشه براتون انجام میدم. از اینکه تا انتها با من بودین سپاسگزارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.